در حالی که از کشته شدن فرخنده حدود 4 ماه می‌گذرد و محکمه ابتدایی و استیناف در رابطه با عاملین قتل آن حکم صادر کردند، اما هنوز هم صدای عدالت خواهی در این خصوص کم نشده است. ده عضو اعضای حزب همبستگی افغانستان و برخی از فعالان جامعه مدنی روز دوشنبه دست به تظاهرات زده و فیصله اخیر محکمه استیناف کابل در رابطه با افراد دخیل در قتل فرخنده را تقویه کرده و یک بار دیگر صدای عدالت خواهی بلند کردند. انتقام خون فرخنده را میگیره. سیلی غفار، یکی از اعضای این حزب، به رسانه‌ها گفت حکومت به دلیل فشارها از سوی مردم وادار شد تا در رابطه به قتل فرخنده محکمه دایر نماید، اما به گفته وی همین حکومت به جای تامین عدالت از یک محکمه به محکمه دیگر کارهای فرمایشی خودش را انجام داده است. با وجودی که محکمه خیلخند و ریشخند ابتدایی چند نفر محکوم به اعدام کرد، ولی محکمه استیناف در زیر ریش ارگنشینان چی کرد؟ او 4 قضاوت پیشی درجه اوله به 20 سال حبس محکوم کرد و مجازات دیگه مجرمین کم ساخت و تعداد زیادش رها کرد. این معاملات پس پرده نشان میده که دولت فاسد ضد زن یک بار دیگر چیره واقعی خود به مردم افغانستان نشان داد. خانم غفار ابراز نگرانی کرد که محکمه تمیز مجازات این افراد را بیشتر کاهش خواهد داد و شماری از آنان براءت خواهند گرفت. این در حالی است که محکمه استیناف کابل هفته گذشته طی نشست سری حکم اعدام 4 مرد دخیل در قتل فرخنده را به 20 سال زندان کاهش داد. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر افرادی اند که به حیث عاملین اصلی قتل فرخنده شناخته شدند و از سوی محکمه ابتدایی کابل به اعدام محکوم شده بودند. در این حال محکمه استیناف کابل میگوید که در رابطه با محکومین قتل فرخنده مطابق قانون فیصله شده است. علی عبدالناصر مرید، رئیس محکمه استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کابل، به رادیو زودی گفت چنین عدالت خواهی ها درست نیست که به جای تطبیق قانون عواطف در نظر گرفته شود. این در حالی است که در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از قول آقای غنی گفته شده که در ابعاد مختلف قضیه قتل فرخنده نواقص کار مورد بررسی قرار می گیرد. آقای غنی در دیدار با گروه عدالت خواهی حل عادلانه قضیه قتل فرخنده گفت که هنوز هم دوسیه قتل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده است. فرخنده در ماه هوت سال گذشته به دست گروهی از مردان خشمگین که او را به سوزاندن نسخه از قرآن کریم متهم کردند به شکل فجیع پس از لطو به قتل رسید.